ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфтори адабиямонро аз силсилаи хониши бадеӣ оғоз мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо романи нависандаи халқии Тоҷикистон Кароматулло Мирзоев «Ишқи сархӯр» дар қироати Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори панҷум, қисми дуввум. از آنچه می هراسید به سرش آمد، در بغل دختر یک خودش نی، هر دو می میرند، عمرش تا به همین جا بوده است. اینجا روی زمین نی، او در میان زمین و آسمان در دم افتادن بجر. همه جا به نظرش تاریک، چنگ و غبار، هیچ جای را نمی بیند، ولی در تلاشی زنده ماندن. راست خیسته نمی تواند، کسی نیکی دستش را گیرد. به خود می گفت سرخور، خودت را صاحب شو، سست نشو، جان کاهان جان. کاری کرده دست به بندها یا درخت بردنی، امید به بند، به درخت، امید به زنده ماندن. علفهای تنه جر خار و بوته ها را گزیده، پنجال خراش کرده خود را یک نیمه گرداند. رو به جانب بندها، به جانب درخت. یک کوکی بندی کنده شده به دستش آمد، همان بندی که کهنه بوده است و کند. اگر باز کند بندی بی خاصیت، اگر نمی کند سرخور به این حال نمی افتاد. در دستی وی باز نوکی همان بند را به بندی دستش پیچاند، چند گریه انداخت، خودش را بالاتر کشید، هوشش به درخت و بندها. دستش به درختی که نیمش شکسته بود رسید و سری زانو خیست، از سری تارهای بلندی بندها خود را به درون افکند. بعد ندانست که بیهوش است یا بیاد. موفق شده او. دختر در بغلش ضرب خورده، به سنگها، به کنده درختان، به ریشه و بوته ها درمانده آمده است. سرش خون، پیش چشمانش خون، اما شکر که زنده نفس می کشد. بختی بلندی دختر، بختی بلندی سرخور. جانی زنده در بغل به درخت تکیه داد، نفسش آمد، دمی آسود. جوانی همراه دختر بوده کو به خاطر آورد. شاید وی هم خود را به جر افکنده و سرخور بی خبر مانده. نه این طور نشد. اگر وی هم خود را به جر می پرتافت، از پس دختر می آمد، باز قیامت غلغله جر صدا می داد. صدای دهشت افکن، صدای به هم خوردنی سنگ ها، چنگ و غبار، سیاهی، خاک و قم به سر می بارید. ولی هیچ گپ نشده. جوان خود را به جر نپرتافته است، رفته است. لیکن از بالای جر به گوش سرخور باز آوازی گبزنی می رسید. گبزنی جوان و دختر. بعد خاموشی به میان آمد. از افتش کارشان را کردند و رفتند. دختر در بغلی سرخور، باری وزنین، برداشتن آسان نی، او را کجا گذارد؟ زیر درخت یک دو وجب جای نشیب نما، جنبیدن، پهلو گشتن نمی شود. دلش نشد که دختر را گذارد. او را باید بالا به سر جر برآورد. اما این کار دشوار و در زی هیزم نیکی با بند بالا کشید.
جانی زنده، در تنه جر کسی نیکی همراه شوند. از بالا هم آواز نمی آید. امید باز به خودش، تنها به خودش، به دست و بازوانش. بندها در درختان عظیم بسته شده اند. تارهای بی حساب در سر تا قدمی سرخور و دختر پیچ خورده اند و پیچیده اند. نمی افتند، بندها نمی کنند. فقط لازم که سرخور جان کاهاند و خود و دختر را بالا کشد. کفهای دست پنجه هایش آبیله زده اند و خونشار، درد و سوزیششان بی حساب. بندها را گریه انداخته وجب به وجب خود و دختر را بالا می کشید. رو به راه است، راهی حیات. سحر وقتی آفتاب برا هیزم گفته اینجا آمده بود. روز رفته کنی هیزم. آفتاب حالا در کجای آسمان؟ روز چی وقت شده؟ مثل گاوگم شب می آید. صلابتی شب، تاریکی جر وهماور. شب در جر نمانند. نه، باید این طور نشود. می جنبد جان، از خود نگفته می جنبد. جان نثاری، جان کندن بی نتیجه نمانده. خسته شده است، سر و رویش عرقشار. آب می خواهد، کام و حلقش خشک. آب، دلش آب می جوید. تاب می آرد، طاقت می کند. و همان سرخوری عذاب و اذیت دیده، جفا کشیده است. نهایت به چشمش روشنی خورد. آفتاب را دید که به لب جر رسیده است. بیرون آمد از جر، همراهی دختر در لب جر، در عالمی روشن. آفتاب در دم غروب، ولی آخرین نورهای آن روی سبزه ها گلریزی دارند. سبزه زاران، آفتاب، عالم زیبا، بهار زیبا. بندها را از تن خود و دختر کشاد. بالای سرش درخت هایی که به آنها بند انداخته بود گویا رحمت می گفت به درختان، به آنهایی که درختان را شنانده اند. جان دستگیرش درختان. دختر نزد سرخور روی سبزه ها بیهوش و بیاد. سرخور در تلاشی از جر برآوردن برویش نظر هم نافکنده است. بی حال و خسته در پهلویش دراز کشیده است. نفس کوتاهی دارد، در دست و پایها مدار نمانده. همین طرز خیلا رو به آسمان خوابید. بعدی که اندک کوفتگی برآمد نیمخیز شد و رو به دختر آورد. نگاهش در روی او درماند. چه عالیه‌ی زیبایی! چشم و ابروان سیب سیاه، مژگان‌ها تاره تاره‌ای زرندود، روی سفیدی شیرچای نما، اینقدر دلپذیر و دلکش. لبان در تبسم شیرین، میگویی چشم از دیدارش نکنی. دختر به هوش می آمد که تبسمش شیرین تر گشت. چی گنجینه را از مرگ رهانده، از جر برون آورده سرخور. دنیای برایش نصیب، اندکی خم شد، بی اختیار او را ببوسید. در عمرش یگان دختر را نبوسیده بود، لیک این دختر را بوسید، با امر دل بوسید. شیرین بوده بوسه، بهوش بوده است دختر. طرح رویش دیگر گشت،
نفاریدش، ولی طبع سرخور خوش. او امروز برای مادر از جر جانی زنده میبرد. کیلین آوردم آچه، کیلین. مرکبش را پیش آورد. چه خوبی که دختر زنده مانده. اما نمیدانست که آن جوان و دختری دیگر که آوازشان را شنید کی بودند. این آلیه را پرتافته رفتند. چی بیرحمیه، چی جهالتی و هم چی سر و اسراری. کمپیری صنم را گویا دردی سوزمال گرفته. سوزمال دردی بی‌دوا. لحظه در جایش شیشته نمی توانست. هر دم به خانه در آمده می برآمد. هوش و خیال به بچهش. روز تاریک، آسمان پرستاره شده و از او درکی نی. این خیل عادت نداشت. آفتاب نپریده با یک بار خر هیزم از دروازه می در آمد. امروز به جایی رفته که دل مادر می لرزید. بچه بی عقل، جری گاوکوش، جایی که به هیزم روی. عجل است جر، عجل. اگر مردم نمی ترسیدند وی درختان سبیلی آنجا می ماند. در سالهای بی‌هیزمی هم به درختان جر کاردار نشدند. خدا نشان ندهد وی بنده‌ای به دولت نیست. به هزار فکر و خیال افتاده بود که هر دو طبقه دروازه شرقاز بازگشت و اول مرکب از پس آن سرخور به حولی در آمد. سرخور بندی مرکب را طرف دری خانه کشید. باری اولو وزنین آرام نمی ایستاد، سمک می زد. دیر کردی بچم؟ شب شود بعد به دیه درایم. گفتم برای چی؟ حاضر گپ می زنم. کیلین آوردم آچه، کیلین. خرسندی داشت سرخور. بیا پیش بیا آچه، کیلین تفراریم. شوخی نکن بچم. شوخی نمی کنم آچه. خدا زواله بچه تمول کرده است. در راهی رفتهش هم یک چی می یابد. انا خودت بین. چی را بینم؟ در تاریکی هیچ چی را نمی بینم. می بینی آچه؟ یاردم رسان آچه. دختر را که بالای درزه های هیزم خوابانده، رویش را با جیلک پوشانده بود، با مادری حیرت زده برداشته در آغوش گرفت. خانه در آچه جای ساز کن. دختر را آچه و بچه روی چند قبط کرپچه خواباندند. بیچاره تلخ تلخ نالیش می کرد، اما بگب نبود. بعد سؤال و جوابی بی حسابی مادر و بچه سر شد. سرخور حکایت کرد. مادر فهمید ولی خاموش نمی ایستاد. چرا وی را به خانه آوردی؟ اگر یک کار و گپ شود به بلا می مانیم. با سوختن پاک نمی شویم، جوابگر می شویم. نفس می کشد، نالیش دارد. جان شدست گرفتی، خوب کردی. و ملیسا خبر می دادی، دکتر می بردی. گپ بسیار می شد آچه. کی گفته است که من دختر را نجات دهم و دیگرها وی را صاحب شوند؟ عقلت کم شده است آچه. من نمیدانم تو چی می خواهی، لیکن گپ بسیار می شود. چراغ پیشتر بیار، فرمود مادر. سویت در نگرفته است. نمیدانی که قریب نیمی شب سویت می شود. مادر در روشنی
لمپه کراسینی می دید که کرته دختر در تنش لخ لخ دریده، تاقیش یک نیمه با سوزن آن را به مویهایش اندرمان کرده بوده است. نظری کمپیر به گردن بند و مرجان، دست پانه انگشتری های طلایی افتاده ترسید. این چه گپ بچم؟ سر تا قدمش در طلا تره؟ این دختری یگان کلان شونده یا یگان بای باوا است. از طلاهایش ترسیدم. حالا بچم یک کار میکنیم. چی کار؟ طلاواری هایش را بجا میکنم، یعنی پنهان میکنم. تگی جا میزنی؟ نه، این خیل نگوی بچم. طلاهایش به خودش نصیب کند. لیکن من میگویم که اگر همین حالا ملیسه یا دکتر بیاید، برای طلاها 4 چنگاله به وی میچسبند، برداشته میبرند. هوش من به خودش کشال. بی عقل نشو. وارثانش هم که پیدا شوند از ما طلاها را میپرسند. طلا برای آدم بلا، دردی سر. کمپیری صنم زندگی دیده، عمرش را خورده است، راهی رفتنش را میداند، دوست را از دشمن فرق می کند، از پستی و بلندی های دنیا با خبر. یک پاره نان خشک را در آب تر کرده می خورند و آرام و آسودند. این بینید که بچه بی عقل به سرشان چی بلا آورد. در روی خانه چنار بر این یک دختر بیهوش و بیاد خواب. یک گپ و کار شود، به مرده او چی جواب میگوید؟ نام و نشانش را نمیدانم. آه وای، چی روزی چی بلایی. با عذاب سوزنک ها را از موی دختر جدا کرده تاقی را از سرش گرفت. کرته سانی سفیدی دراز و وسیع خودش را به وی پوشاند. سرگیرک آخری آب نرسیدهش را به سر او بستن خواست، ولی دید که از سرش خون می شود. جای سرش کفیده بوده است. دان و نادان به طبابت دختر پرداخت. یک کله قند سفید را کوفته میده کرده به جایهای خون پاشید. لطه و پشم سوخت. صندوقچه اش را کشاده از درون گریه و گریه بچه ها، سیر و نیل، بغمه، دهانی فرنگ، 1000 اسپند و کیمچه خیل ناخن و تارهای ریشی عزیز و بزرگان را یافت. سیر خاییده، بغمه خاییده به تگ دندانی دختر ماند. از بیخی بینیش 1000 اسپند و پری کدام پرنده را دود انداخت. ایمو دیمت همین گفته به سرش تیشه و تبر اخلاق برداشت. دستی من نی، دستی فلان و بیسمدان، قوشناچ و بخشش ها گفته دیگدان فراورد. ایمو دیم گفته گردی سرش علاو گرداند. در 4 برج خانه نقچه زد. هر کاری از دستش می آمده را بجا آورد. در روی دختر خون آمد. به جنب و جول در آمد. بلند بلند نالش می کرد. نقص شده ایستاده است و هوش می آید. سرخور خرسند بود. کمپیری صنم دست به موی و روی دختر برده مادروار مهربانیش می کرد. به حالش می گریست و باز می گفت بی عقلی کردی جانی بی. چی جور از جوسونت گذشت که این کار کردی؟ جوسون به معنی استخوان. بی عقلی ده
آدم پودینه لب آب نیست که باز سبز شود. حیف شدی جان بیبی، حیف. دختر به هوش آمد، پهلو گشت، سوزش درد را حس کرد که بی خدانه آچه، وای آچه جان گویان چشم گشاد. برای سرخور و مادرش گویا دنیا نصیب گشته. هر دو از جای راست شدند. چه خوشی آچه، شادیانه. سرخور چپک زد. چراغ‌های برقی خانه که تا حال خاموش بودند فروزان گشتند. خانه روشن، دیدگانی بازی دختر به اطراف به کمپیر. کلبه فقیرانه، بامش پستکک، دیوارها کج و کلیپ. در پایان خانه یک صندوقی چوبین و صندوقچه، بالای آنها چند کورپه را تل چیدند. در فرش خانه گلیم پشمینی، پارچه پارچه سفید و سیاه. یک تیریزه هم داشته خانه، آن در نزدیکی دری درآمد. نظر به خانه به گرد و اطرافش در فکر شد. او به خود است یا بی خود؟ شاید فوتیده است. کرته‌اش سفید، رومال سر هم سفید، لباسهای سفید، کفن. او مرده. میشونید که بعد مرگ روح آدم زنده میماند. روح وی زنده، سرگردان، در خانه آدمان بیگانه، کم بضاعت، کم بغل. از افتش کمپیر و جوان، آچه و بچه اند. چشمانش میبینند. دست و پایهایش را یازاند. لبی کرپه را از بالایش برداشت، یک طرف کرد، خیستنی شد اما نتوانست. سرش از خودش نی، پیش چشمانش سیاهی زدند. بعد ندانست که او زنده یا مرده. از هوش رفت، چشمانش پوشیده شدند. خیریت از میان اندکی گذشت و باز به خود آمد. دید که کمپیر و بچه بالای سرش. دخترم، دختر جانکم، چشمکات گشا، به هوش بیا جانم، جانکم. برای تو میمیرم، صدقت میشوم. آوازی کمپیر را میشنید. کمپیر آدمی زنده، جوان هم رو به وی ایستاده حرف میزند. پای و دستها، تمامی عضوی بدنش مثل در دهانی مار میسوخت، درد میکرد. وی نمرده، زنده. من اول گفته خود را از جر پرتافته بود، مگر وی زنده ماند؟ فخری در کجا؟ وی مرده و لطفیه زنده؟ اگر این طور شده، وی زنده بودن نمیخواهد. هرگز یک دم هم. لبی جر می رود، خودش را باز می پرتاید. اگر همین طور نکند، زندگی برایش حرام. قسم می خورد و چطور به این خانه افتاده است. می پرسد، معلوم می شود. بیبی، من در خانه شمایم. اولین سخنی که به زبان دختر آمد. ها بچم، در خانه ما؟ مرا کی اینجا آورد؟ بچم آورد. تو را بچم اسفندیار نجات داد. اسفندیار؟ سؤال آمیز بر روی سرخور نظر انداخت دختر. به خیالی سرخور که باور نکرده که وی را محض او از مرگ رهانده است.
در تنه جر هیزم می زدم، تو را داشتم، خودم قریب جر شدم. به معنی به جر افتادن، امکانی زنده ماندنت نبود، گفت سرخور. ها دخترم، برای تو قریب از بچم می ماندم، لیکن خوب شد که تو زنده ماندی. مادر حرفهای پسرش را تصدیق نمود. تو مرا داشتی، تو مرا نجات دادی، چرا این کار را کردی؟ بجای اظهار منت داری چهره دختر غضب‌آلود گشت. ها، من تو را داشتم، با صد عذاب یک بلا کرده داشتم. ما عهد بسته بودیم، اکنون من زنده ماندم و وی مرده است. برای من شدم مرده است. برای چی این کار را کردی؟ لطفیه نزد عاشقش در خجالت به خیالش رو سیاه. اکنون او با کدام رو، با کدام زبانی دراز در این دنیا زندگی می کند؟ چگونه بروی خاله‌اش می نگرد؟ به خیال خاله وی لطفیه فخری را به لب جر برده کشته است. دل دختر به شور آمده آواز برآورد. تو مرا داشتی که نمیرم؟ تکراراً پرسید او از سرخور. نیکی کردم، جانم را به خطر مانده تو را نجات دادم. نیکی نه، تو مرا خاکی روی زمین کردی، زنده مور شدم. تو بی فهم، بی عقل، عهد و پیمان را نمیدانی. تو را به کجاها برم که گویم مرا همین آدم از فخری جدا کرد؟ با این هم خودم را سفید کردن نمیتوانم. امروز باید مرده من و فخری را برآوردند. دو تابوت دومی به دوم می شد. می گفتند که تابوت عاشقان تابوت فخری و لطفیه. انا بعد مونیسه می دید، می فهمید که فخری کی را دوست می داشته است، برای کی مرده است، با کی زبان می داده است و با کی دل داده بوده است. می سوخت بی وچه، می مرد دختری وزیر. به غضب آمده افسوس می خورد که این طور نشد. نامراد گشت عاشقش. یک تابوت، تابوتی تنها فخری را می برارند که از روی لطفیه مرده. به همه اش این بچه که مادر نامش را اسفندیار گفت گناهکار، همه اش عیب او به مقصد نرسید، خلل رساندند. شما گفتار پنجم رو از روی رمان نویسنده خلقی تاجیکستان کرامتالله میرزویف عشق سرخور در قرائت راوی علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.